سلام و درود به افغان کافی خوش آمدید. در این جلسه به کتاب افغانستان مردم و سیاست از مارتین اوانز میپردازیم که در سال 96 به فارسی ترجمه و در 320 صفحه چاپ شده. موضوعات کتاب از این قراره که میبینید. در ادامه چند مورد از مطالب مهم این کتاب رو براتون انتخاب کرده و روایت میکنیم. نویسنده شواهدی آورده که نشان میده سرزمین افغانستان امروز از قدیم الایام با ملل دیگه در ارتباط بوده. مثلا به سنگ لاجورد یافت شده‌ای در ترکیه اشاره میکنه که 4000 سال قبل از افغانستان به اونجا رسیده. در دوره آشوکا امپراتور قدرتمند سلسله موریا در 2300 سال پیش مذهب بودا در افغانستان ترویج میشه. آثار بودایی مختلفی در افغانستان کشف شده که نشان میده شرق این کشور از مراکز بودایی منطقه بوده. جالبه بدونید کلمه افغان که ملیت قانونی اتباع افغانستانه سابقه تاریخی طولانی داره. این اصطلاح در قرن سوم میلادی در کتیبه‌ای توسط ساسانی‌ها ضبط شده و در سفرنامه زائر چینی که در قرن هفتم میلادی به افغانستان آمده بود ذکر شده. نام این زائر هیون تسانگ که سفرنامه جالبی داره. قبل از اینکه افغانستان نوین توسط احمدشاه درانی در سال 1747 تشکیل بشه، نقاط مختلف افغانستان در اشغال یکی از حکومت‌های صفویان در غرب، ازبکان در شمال و گورکانیان در جنوب و شرق افغانستان بود. به طوری که شهر قندهار بارها بین دو حکومت گورکانی و صفوی دست به دست میشه و بارها تخریب میشه. احمدشاه درانی به واسطه امپراتوری قدرتمندی که ایجاد کرده بود، بابای ملت خوانده می شود. وسعت حکومت او از رود آمودریا تا دریای عرب گسترش داشت و از غرب تا مشهد و از شرق تا دهلی، کشمیر، سند و بیشتر سرزمین بلوچستان امروز. نویسنده به نقل از یک گردشگر انگلیسی که حدود 180 سال پیش به افغانستان سفر کرده میگه افغان‌ها برخلاف مردم ترکیه و ایران که برخورد تعصب آمیزی با مسیحیان دارند، بدون تبعیض با مسیحیان رفتار کرده و اونها رو محترمانه اهل کتاب میخونن. نویسنده کتاب اولین روزنامه افغانستان رو سراج الاخبار میدونه که در سال 1911 توسط محمود طرزی چاپ شده، در حالی که شمس النهار اولین تجربه روزنامه‌نگاری افغانستانه. این روزنامه در سال 1875 در دوره شیر علی خان به چاپ میرسه. در دوره امیر عبدالرحمن و در سال 1886 یکی از طایفه‌های پشتون به نام قلجایی شورشی برپا میکنه که امیر به شدت اون رو سرکوب میکنه. به همین دلیل عده‌ای از قلجایی‌ها رو که تعدادشون به 10,000 نفر میرسه به شمال افغانستان کوچ میده که امروزه در شهر کندوز یا قندوز غالب هستند. از دوره عبدالرحمن خان تا سال 1964 مردم افغانستان حق عبور و مرور در داخل از کشور رو نداشتند مگر اینکه از حکومت مجوز بگیرن. آخرین مورد به وضعیت افغانستان در جنگ‌های جهانی اول و دوم اشاره میکنه. در جنگ جهانی اول حبیب الله پادشاه افغانستان بی‌طرفی این کشور رو در جنگ اعلام میکنه. همچنین در جنگ جهانی دوم در دوره ظاهرشاه با وجود محبوبیت آلمان‌ها افغانستان اعلام بی‌طرفی میکنه. خوش باشید.